علی بابا یک جوان بیکار و علاف بود تو بغداد که میخواست اینفلوئنسر بشود. ولی چون نه در و داف بود، نه سیکس پک داشت و نه بابای پولدار، بنابراین تعداد فالوورهاش چشم مسخال بیشتر نبودن. دقیقاً 15 تا فالوور داشت که همه اونها یکی بودن. شیرفرهاد، قصاب محل از سان فرانسیسکو. یک روز که علی بابا داشت تو خیابون قدم میزد و داشت با گوشیش ادای لایو گرفتن در می آورد تا شاید معجزه بشه، پایش به یک شیء قدیمی گیر کرد و یک چراغ کهنه پیدا کرد. خانم راوی، این داستان خیلی خز شده. تازه کارتونش هم ساختن. میشه داستانا اسپویل نکنی؟ بذار مخاطب تا ته داستانو ببینه. غول بهش گفت 3 تا آرزو بکن و علی بابا هم اول آرزو کرد پولدارترین فرد جهان بشه و در یک چشم به هم زدن علی بابا خودش رو داخل یک قصر بزرگ با کلی ماشین‌های گران قیمت مثل مازراتی و فراری و حتی یه جت شخصی هم داشت. آخه زمان علی بابا ماشین مازراتی مگه بوده؟ جت شخصی؟ حداقل میگفتی قالیچه پرنده. بله، خوبش هم بوده. برای آرزوی دوم علی بابا گفت میخواهم زیباترین دختر جهان همسر من بشه. غول به علی بابا گفت